سلام بچه، آمدم بهتون آموزش بدم چجوری مود بسازید برای ماینکرافت و برای همه نسخه ها هست. بزن بریم. Let's go. اول شما به برنامه ما نیاز دارید که میتونید از ماچت نصب کنید. وارد برنامه میشید و صبر میکنید برنامه براتون باز بشه. داره میاره، در حال نصب دیتاست. وقتی وارد شد گزینه علاوه رو میزنید و وارد بخشی میشید. من میخوام شمشیر دوباره بسازم و میریم پایین، شمشیر رو انتخاب میکنم. میگه به روز زنی کن، به روز نمیکنه. تکسر رو میزنید و شمشیرتون چه شکلی باشه. اینجا یه عالم نو هست شمشیر. من بعد دایموندی رو انتخاب میکنم. وقت اگه میخواین ادیت رو بزنید و توش تغییراتی ایجاد بدین. ببینید من تغییراتی روش ایجاد میدم. خیلی راحت میخوام یه شمشیر خفن بسازم، ایش کنم، ما با دوون نیارن کنارش. حتی اندر دراگون ویدر مثل اون شمشیر چه ساخته بودم. دراگون رو با 4 ضربه کش، ویدرم با 2 ضربه، واردنم با 2 ضربه. یعنی جون واردن با ویدر با همه برابر یه شمشیر از الکی بکشیم. شبیه پیککس شمشیری شد. خب بچه ها اینجا میگه اسم بنویسید. بچه ها بجز اونا که پاک کردن پاک میکنید و مینویسین سورد. اگه دوست داشتین من مینویسم سورد، ولی اسمی دیگه جلوش مینویسم. اشتباه نوشتم سورد، این بذارید اونجا سورد. میریم اینجا همونو مینویسید، ولی بدون اون خط تیره مینویسید. خط تیره هم بذارید. میدید یه اسمی از خودم گذاشتم رو شمشیرم. بعد میتونید حتی کرفتش هم کنید. به این گزینه اصلا دست نزنید. باچ خوردی نمیره پایین. اگه میخواد با کرفت باشه اون گزینه رو غیر فعال و فعال کنید. اینجا هر شمشیر دلتون خواست بذارید. من شمشیر اولی که خودم ساخته بودم، بعد تیکو میزنید، اون گزینه بالایی رو میزنید، میره اینجا و یه عکسی بردار. حتی میتونه از گالری هم بردار. نسخه ماینکرافتتون رو مینویسید. برای من 1.26 هستش و اینجا اسم شمشیرتون رو دوباره میزنید. اینجا خط تیره همون اسمی که نوشتین رو میره. این اسم ماده وقتی میخواین بریزیدش. و اینجا هم همون رو بنویسید بدون خط تیره. اونجا هم یه چرتان پرتانی بنویسید و تیکو بزنید و اولیه رو بزنید. وارد گیمتون شه. گیمتون انتخاب میکنید. ماینکرافت. وقتی گیمتون انتخاب کردین وارد باز شید. صبر کنید لود بشه. در حال لود شدن است که خیلی دور لود می شود. خب منوی بازی پلی رو بزنید. اون سروری که میخواین برید تو اون مودو بریزید. من یه سیوی دارم تو اون ویدیو همو میگیرم، پس تو میریزم مودو. پس میایم پایین. میزنید و میرید اون مود، عکس مودتون همون مودو اکتیو میکنید.
مودتون رو اکتیو کردین پلی رو بزنید و وارد سیبتون شه و 2 ساعت صبر کنید وارد سیبتون شه. تا اینجا ویدیو اومدیم لایک و ساب نمی کنی دکمه لایک و ساب رو بزن، زنگوله رو فعال کن تا هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر شی. صبر میکنیم لود شه. داره لود میشه. چند موند؟ خب وارد بازی شد و این شمشیر هرچی ببینه خاکسترش میکنه، هر زلاشکات رو میخوره. بزنید بریم تست به شمشیر. خوک بمیر، اسب بمیر. دیگه وارد اینا حال نداشتم.